موشک‌های قدرتمند و مانورپذیر فتاح امشب با عبور از سپر دفاع موشکی پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزاند و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ افروز تل‌آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال کرد. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. موج 11 عملیات غرورآفرین وعده صادق 3 با استفاده از موشک‌های نسل اول فتاح آغازی بر پایان پدافند افسانه‌ای ارتش صهیونی و سردرگمی و خودزنی اشرار صهیونی را به شما فرماندهان و رزمندگان مخلص نیروی هوافضای سپاه تبریک می‌گوییم. موشک‌های قدرتمند و مانورپذیر فتاح امشب با عبور از سپر دفاع موشکی پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزاند و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ افروز تل‌آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال کرد. I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the President for all of you today. People that I don't want to fight either. I'm not looking to fight. But if it's a choice between fighting and them having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting.